باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش آماده مبارزه بی‌امان علیه جنگجویان سازمان دولت اسلامی است و برای مقابله با آنها در سوریه و عراق به منطقه مشاوران نظامی می‌فرستد. باراک اوباما در سخنرانی تلویزیونی در روز 10 سپتامبر گفت هدف از ادامه حملات علیه این جنگجویان در نهایت نیست کردن سازمان دولت اسلامی است. ما تروریستان را در هر جایی که نباشند تعقیب خواهیم کرد. با گفته باراک اوباما، ایالات متحده برای کمک به نیروهای دولتی عراق و سربازان پیشمرگه کرد در جنگ علیه تندروان دولت اسلامی 475 مشاورش را به منطقه می‌فرستد. درباره استراتژی حکومت آمریکا برای مبارزه با جنگجویان دولت اسلامی صحبت داشتم با چارلز ریکنگل، همکارم از مرکز خبری رادیوی آزادی. چارلز در اول دایر به نکات مهم استراتژی اوباما علیه دولت اسلامی صحبت می‌کرد. مهمترین نکته استراتژی باراک اوباما مبارزه با سازمان دولت اسلامی ضعیف کردن و در نهایت از بین بردن این سازمان تندرو است تا در منطقه گسترش نیابد. با موقع است زیرا دولت اسلامی اعلام کرده است که پاکستان و افغانستان یک بخش قلمرو خلافت آنها می شود. سازمان دولت اسلامی برای ولایت خراسان که بر طبق نقشش بخشی از ایران و آسیای مرکزی را در بر میگیرد ولی تعیین کرده است. باراک اوباما تاکید کرد که استراتژی مبارزه با دولت اسلامی مثل استراتژی مبارزه برای محو القاعده است و با پیشرفت‌های نائل شده در این راه اشاره کرد. طوری معلوم با آمریکا میسر شد که نه تنها اسامه بن لادن رهبر القاعده بلکه بسیاری از رهبران سازمان در افغانستان و پاکستان و رهبران گروه‌های شریک این سازمان در یمن و سومالی را محو کند. ایالات متحده قبلا از حمله به جنگجویان در داخل قلمرو سوریه خودداری میکرد. حالا حکومت باراک اوباما را چی وادار کرده است که جنگجویان را در داخل این کشور هم هدف بگیرد؟ امریکا دولت اسلامی عراق و شام را یک تهدید جهادیان بین المللی به منافع خود و تهدید به امنیت داخلیش می‌داند. باراک اوباما که در یک روز پیش از سالگرد حمله‌های تروریستی روز 11 سپتامبر به امریکا صحبت می‌کرد، شرح چگونگی این تهدید را به مخاطبانش ضرور ندانست، اما ممکن است این خطر مثل حمله‌های تروریستی به شهر نیویورک باشد که در نتیجه آن هزاران نفر جان دادند. باراک اوباما درباره آن گفت که سازمان دولت اسلامی عراق و شام هزاران نفر خارجیان را برای جنگ در سوریه جلب می‌کنند، از جمله اروپایی‌ها و بعضی از آمریکایی‌ها را هم. با گفته او این افراد می‌توانند به بزادگاهشان برگردند و به حکومت‌های خودشان حمله کنند. باراک اوباما گفت که ظالمی جنگجویان دولت اسلامی عراق و شام یک سبب دیگری برای نابود کردن این گروه است. او قتل بی‌رحمانه اسیران را مثال آورد و ما شاهد قتل خبرنگار آمریکا، قتل ظالمانه دست جمعی اسیران جنگی عراق و سوریه شدیم. باراک اوباما تهدید جنگجویان برای نسل‌کشی، اقلیت‌های ملی، قتل کودکان، تجاوز دختران و به غلامی گرفتن آنها را مثال آورد. در نهایت باراک اوباما گفت دولت اسلامی نه دولت است و نه اسلامی، زیرا هیچ یک دین قتل مردم بیگناه را جایز نمی‌داند. تشکر. همکارم چارلز ریکنگل از مرکز خبری رادیوی آزادی صحبت می‌کرد.